بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر گل رویتان. به تعبیر متون دینی هر اتفاقی که میافتد عبرتی و عبرتهایی در آن هست. کسانی که اهل خردن، اهل تفکرن، اهل درس گرفتنن، درس میگیرن و عبرت میگیرن. یکی از چیزهایی که این روزها آزارمان میدهد بچه هایی هستن که در فلسطین، در غزه دارن پرپر میشن. بیش از 19,000 نفر شهید داده اند فقط. که تعداد قابل توجهی از این شهدا طفلهای معصومی هستند. تا به دنیا آمدن تقریبا پرپر شدن. آزاردهنده هست و این اتفاق یکی از درسهاش اینه: بین شعار تا عمل گاهی چقدر فاصله، گاهی تباینه به کلی، یعنی فقط شعاره. همون غربی هایی که از حقوق حیوانات میگفتن الان میان در روز به صورت علنی در میان چشم همه جهانیان قطعنامه آتش بس رو به تو میکنن. اینها همون کسانی هستند که از حقوق حیوانات میگفتن، ولی قریب به 20,000 نفر فقط شهید شده اند. اینا را نمیبینن. چند برابر این زخمی شده اند. اون هم در اون شرایط بسیار سخت نمیبینن. یکی از عبرتهاش اینه بفهمیم و بدانیم که اینا چقدر دروغگو هستن. اینا اگه دستشون به من و شما هم برسد جز بیرحمی چیزی از آنها نخواهیم دید. نکته دوم یادتون میاد همین علیف آذربایجان با پهپادهای اسرائیل عکس یادگاری میگرفت. هفته چند بار بر علیه کشور ما موضع میگرفت. حالت تهاجمی میگرفت، ولی ایران هی با او مدارا میکرد. مردم شیعه و مسلمان آذربایجان میخواست دست ما به خون اینها و دست آنها به خون ما آغشته کنه. پشت پرده این تهاجمات و بداخلاقی های رئیس جمهور آذربایجان همین اسرائیل بود. اومده بود تجهیزات بهش داده بود، پهپاد بهش داده بود، خودش اونجا دیدبانی جاسوسی گذاشته بود. در شرف این بود که آذربایجان رو وادار کند با ایران بجنگد. ولی وقتی که جنگ حماس شروع شد و اون حمله شد، کار به جایی رسید که اسرائیل همون تسلیحاتی که به آذربایجان داده بود که بر علیه ما به کار ببرد برد. کشورش کم آورد تسلیحات. اونا رو الان داره بر سر فلسطینی ها میریزد. دیدید، توجه کردید از زمانی که این جنگ غزه شروع شد دیگه علیف هم نسبت به ایران و نسبت به ماها دیگه سکوت کرد. تموم شد. فرو نشست. او هم دیگه خبری نیست. او یا اصلا وجود نداره. یکی از عبرتهای این جنگ این بود: اسرائیلی که میخواست آذربایجان رو بر علیه ما بشوراند و با پول کشورهای ضد ایرانی بخوان یه جنگ دامنه‌داری را شروع کنن، الان خودش در باطلاق جنگی فرو رفته است که به این راحتی ها بیرون نمی آید. نکته سوم اینه: درست اسرائیل آبرویی نداشت
همه میدانستن بیرحمه، ولی آبروریزی او به حدی بیشتر و بیشتر شده است که دیروز امریکا به صورت علنی اعلام میکنه، میگه وضعیت اسرائیل جوریه که جایگاه را به کلی داره از دست میده. کسی نیست بخواد از اسرائیل دفاع کنه، از خونخواری‌هاش دفاع کنه. فقط یک کشور مونده، اون هم امریکاه و خود امریکا هم دیگه کم کم جوری شده که گویا میخواد یه احساس شرمی بکنه. لذا به اسرائیل میگه همه دارن بریده میشن و بریده شده اند. بنابراین این 3 عبرت بود و نکته بعدش اینه، حالا این جنگ، این خونریزی هرچه هم ادامه پیدا کنه، اسرائیل نجات پیدا نمیکنه. تا کی میتونه آدم رو کشه؟ او که نمیتونه تو غزه بمونه، شارون نتونست بمونه، اینا مجبورن از این منطقه عقب نشینی کنن. الان هر روز تلفات میدن. فلسطینی ها جانشون کف دستشون گرفتن، چاره ای ندارن. یه طرفشون دریاه، یه طرف مصر در به روشون بسته، طرف دیگه اسرائیله. فقط استقامت میکنن، فقط میمانن، فقط دفاع میکنن. 2,500,000 نفر رو که نمیتونه از بین ببره. از این 2,500,000 نفر 500,000 نفرش هم بمونه، نفس اسرائیل رو میگیرن. خب اسرائیل خواست یه چاهی برای ما بکنه، ولی تو یه چاهی افتاده که سالها طول میکشد از این چاه بیاد بیرون. و از زمانی که به این گرفتاری، به این جنگ گرفتار شده، دیدید در ایران هم آرامش بیشتری محسوس می شود. این از عبرت‌های این جنگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.